با عرض سلام و درود به همگی. اگر میخواین که مالزی روین و استرالیا روین، پس یک استیپندیا هست که پیشنهادتون میکنم. میتونین که در او ثبت نام کنین، ثبت نامش به پول رای کنین و برای تمام سن سالها هسته. در مدت 2 سال در مالزی میخونین، با 1 سال دیگه در استرالیا به پول میخونین و علاوه بر این تمام رسخودهای شما را که ای استراخوفکا و دیگر پول بلیت ویزا و دیگر چیزا لازم میشه، تمام میره همی شرکتی که همی کمپانیایی که منحه را میته استیپندیا را میته با عهده میگیره. بیاین سایتش میبینیم، سایتش monash.edu.my. خلاص ایرا وقتی که هم به ترجمه میکنیم به زبان تاجیکی میبینیم که استیپندیای گلوبالی اعلا و موبیلی برای برنامه های گیمز برای قبول سال 2024 حالا شده است. یعنی که سرشوی استیپندیا سال 2024 و عین حال ثبت نام کردن برای استیپندیا دراش باز هست. برنامه استیپندیا گلوبالی و موبیلیت هدف اون است که بهترین و روشنترین دانشجویان PhD و دانشگاه‌های موناش مالزی که در آنجا آنها می توانند با گروه‌های تحقیقاتی درجه عالی اوید به بعض مشکلات اساسی جهان کار کنند. خلاص در برش میخونین، انا معلومات زیادی است. 3 سال و 6 ماه 30 ماه یعنی در مالزی و تا 12 ماه در استرالیا چی میکنین. میگه اینجا نوشته است که چی میشین من زندگی میکنین. خب اینو تمامی همین را در بلاش میخونین تو اینکه در جایش میرسیم که اینجا ثبت نام داره. اینجا عریضه خود رو پیشنهاد کنید برای قبول کردنش. اینجا وقتی به انگلیسی میبینیمش apply now میگه submit your application. تمام نام و فامیل، ایمیل و کانتری و همه چیزی که تخصصی که دارین همینجا روانش میکنین. شما میتونین که بعد قبول شدن در استیپندیا سالانه 1,500 ماهانه و 1,500 دلار به غرض رسخودا، به غرض ویزا و به غرض خوراکه و به غرض جای خوابتون در کیسه خودتون هم پول مونین و علاوه بر این دیپلمتون به قوت کنین. هر کسی که میخواه پس سایت در پایان میمونم. آرزوی موفقیت برای تمامی خوانندگان. زنده و سلامت باشین.